به نام خدا و به نام رب الارباب و جان جهان. با سلام و تحیت و درود به شما مخاطبان و بینندگان و شنوندگان. امیدوارم در سلامت باشید و در شادکامی زندگی کنید. در گفتار امروز بحث گذشته رو پی میگیریم. در گفتار قبل بحثی تحت عنوان مناقشه اسرائیل و فلسطین مطرح شد که طبق معمول قرار بود که در یک قسمت و در یک برنامه به پایان برسد، ولی باز طبق معمول سخن به درازا کشید و در نهایت احساس کردم برخی از نکاتی که در نظر داشتم بگم گفته نشد و از این جهت ادامهش موند برای گفتار امروز. در گفتار امروز میخواهم به 2 تا نکته در مناقشه دیرین و تقریبا 100 ساله بین رژیم اسرائیل یا دولت اسرائیل با همسایگانش به طور عام اعراب، عرب‌های خاورمیانه و به طور خاص با فلسطینی هایی که در منطقه فلسطین تاریخی از قبل میزیستند و بعد از تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 آواره شدند، رانده شدند و سالها، چندین دهه در کشورهای عربی در جهان، در سرتاسر کشورهای حتی اروپایی پراکنده شدند. دهه‌ها در زیر چادر زندگی کردند که اصطلاحاً معروفاً به آوارگان فلسطینی و ظاهراً هنوز هم در اردن و در لبنان به طور خاص در زیر چادر زندگی میکنند. یعنی بعد از حدود 70-80 سال هنوز در زیر چادر زندگی میکنند. خب این مناقشه از همون قدیم و به طور مشخص بعد از تشکیل حزب صهیون و صهیونیسم جهانی عرض کنم آغاز شد و به طور خاص بعد از جنگ جهانی اول، در جریان جنگ جهانی اول و بعد از اشغال سرزمین فلسطین به وسیله انگلیسی ها که در اون زمان خب یک پاره ای از پیکر بزرگ و پرحجم امپراتوری عثمانی بود و انگلیسی ها که در جنگ جهانی اول علیه عثمانی ها می جنگیدن آمدن اونجا رو انگلیسی ها طبق معمول و سنت استعماری اون زمان آمدن اون منطقه رو اشغال کردن. بعد یک دولت وابسته به انگلیس معروف به دولت خودمختار در اونجا تشکیل دادن و بعد هم توی منابع تاریخی به عنوان دولت قیمومیت که انگلیس آمد اونجا رو اشغال کرد. بعد یک ژنرال نظامی رو به عنوان فرمانده و فرمانروای اون منطقه خودش انتخاب کرد و از همون اشغال فلسطین به طور خاص مسئله مواجهه فلسطینی ها به طور مستقیم و عرب های خاورمیانه به طور غیر مستقیم با صهیونیست ها آغاز شد
که حالا من در ادامه صحبت امروز در این باره صهیونیسم و یهود هم که خیلی ها امروز مناقشه میکنن یا دربارش با ابهام سخن میگن توضیح خواهم داد. ولی به هر حال نزاع اصلی با صهیونیست ها و صهیونیسم بود نه با یهود به معنی یکی از اقلیت‌های مسلمان در کشورهای اسلامی. از همون اول ماجرای مهاجران صهیونیستی یا زیر پرچم صهیونیسم با فرماندهی عالی اول انگلیسی ها و بعد از جنگ جهانی دوم هم با رهبری عالی دولت ایالات متحده آمریکا در این منطقه در واقع کاشته شدن و منشأ تنش ها و جنگ ها و درگیری ها و خونریزی ها و اختلافات و مناقشه های بسیار بسیار فراوان، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه دین، چه در عرصه نظامیگری در منطقه شدن. و هنوزم که هنوز حدود یک قرن از اون زمان گذشته به نظر میاد که این مناقشه پایان نیافته که هیچی، بلکه روز به روز دامنه‌اش گسترده تر خواهد شد. بنابراین مناقشه عرب و اسرائیل یا مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل که امروز اسرائیل در واقع همون صهیونیست ها رو نمایندگی میکنه، هرچند در اونجا آدمای بسیار متنوعی زندگی میکنن، یعنی همه شهروندان 8-9 میلیون اسرائیلی همه یه پارچه نیستن، همه صهیونیست نیستن و همه یهودی نیستن. اونجا اون چنان که گفته میشه حدود 1 میلیون هنوز عرب مسلمان اونجا دارن زندگی میکنن. خیلی از اینا البته عملا تسلیم دولت اسرائیل هستن، عملا حاکمیت صهیونیست‌ها رو در اونجا پذیرفتن و حتی بعضی ها شاید تندتر از صهیونیست‌ها باشن و یعنی از نظر سیاسی علیه فلسطینی ها و اینها ظاهرا در کنست اونجا، در پارلمان اونجا هم نماینده دارن. 7-8 تا ظاهرا فراکسیونشون در مجلس نمایندگی داره. یعنی دولت اسرائیل این اندازه عرب هایی که در قلمرو به اصطلاح سیاسیشون زندگی میکنن اینا رو پذیرفتن و به هر حال به اونها امکانات میدن برای اینکه مشکلی ندارن و طبیعی هم است. به خصوص دولت اسرائیل هم که ادعا میکنه یک دولت دموکراته که البته به واقع در درون خودش، در ساختار سیاسی خودش، در قیاس با همسایگان عربش واقعا دموکراته و بالاخره نظام حزبی داره، انتخابات داره، بالا داره، پایین داره، میشه اعتراض کرد، میشه مخالفت کرد، رسانه های آزاد وجود داره. اینا همش هست، واقعیت غیر قابل انکاری است که در اسرائیل وجود داره. به اصطلاح اتفاقا به تعبیر عامیانه خودمون پوز اینها رو میده. ولی به هر حال این اسرائیل این اندازه شهروندان غیر یهودی خودش رو اما از مسیحی، حالا مسیحی ها که اونجا یه حساب جداگانه‌ای دارن ولی عرب های مسلمان رو هم پذیرفته. میگن حدود 1 میلیون عرب مسلمان الان در قلمرو اسرائیل زندگی میکنه. ولی غیر از اون خب اقوام دیگر هم اونجا هستن. بعد یهودی ها هم که همه یه پارچه نیستن. یهودی های اونجا هم بعضی هاشون، یعنی اون قدرتان و قدرتمندان حاکمشون عمدتاً صهیونیستن. صهیونیست اینجا رو من به معنی دشنام به کار نمیبرم و متاسفانه در فرهنگی که جمهوری اسلامی ساخته در طول این 40 سال و البته بخشش هم مربوط قبل از اونم هست، خیلی از مسائل رو ما با هم خلط میکنیم یا مسائل رو با هم به صورت دشنام به کار میبریم. لیبرال مثلا، نمیدونم سوسیالیست، کمونیست و منافق، انواع و اقسام اتهامات ما از دوره مشروطه به عنوان دشنام سیاسی به صورت اتهام سیاسی داشتیم. در جمهوری اسلامی هم که دیگه الا ماشاءالله از هر واژه‌ای جمهوری اسلامی استفاده میکنه علیه مخالفانش، منتقدانش، جریان‌هایی که با اون نیستن، هر کدام را به یه شکلی به تعبیر به اصطلاح مذهبی رمی میکنه، به یه شکلی اینا رو متهم میکنه و اینم خب یه شیوه تبلیغاتی شناخته شده است که اتفاقا خود صهیونیست‌ها در این باب استادن که حالا در ادامه خواهم گفت. یعنی اونها
10 پله جلوتر از جمهوری اسلامی هستن. هر کسی یک حرف، یه انتقادی به دولت اسرائیل بکنه، از تبلیغات عواطف دوران نازی ها و هولوکاست و کشتارشون از اون استفاده میکنن، بعدم برچسب یهودستیزی میزنن. اصلا در دنیا امروز کسی جرئت نمیکنه که به دولت اسرائیل ایراد بگیره. تا ایراد بگیرید بلافاصله میگن که شما یهودی ستیزی هستید، نمیگه صهیونیست ستیزی. حالا جمهوری اسلامی هم در واقع همین جوریه، یعنی از تیپ آقای خامنه ای و رهبران جمهوری اسلامی یه چیزی شبیه تندروهای اسرائیله و آقای خامنه ای در واقع روی دیگر سکه نتانیاهوه. از این نظر دارم عرض میکنم، نمیخوام بگم در همه چیز با هم برابرن، ولی بخصوص در رژیم، یعنی در طول این 45 سال سنت رسمی جمهوری اسلامی استفاده از تعبیری بوده، اصطلاحاتی بوده که به عنوان دشنام استفاده کرده علیه مخالفانش و یکی از اینا هم همینه که یهود با صهیونیسم یکی میگیریم. البته گاهی توضیح میدن که منظور ما یهود نیست، که به درستی توضیح میدن، اما در عمل وقتی که گفته میشه صهیونیسم، امروز خیلی ها اون رو به عنوان اولا یهود میگیرن و اگرم از یهود نگیرن کل اسرائیلی ها رو به عنوان صهیونیست میدونن، در حالی که نه، بخش قابل توجهی من تو آمار ندارم، من تحقیق در زمینه نکردم، ولی اون چنان که میخونیم و اینور اونور عرض کنم که اطلاع پیدا میکنیم، در درون خود اسرائیل بخش‌های قابل توجهی حالا این دفعه نشون داده شد در مخالفت با اصلاحات قضایی نتانیاهو، حداقل نیمی از جمعیت اسرائیل با این تندروی ها و با این افراطیگری های بخصوص مذهبی مخالفن. به هر حال بخشی از اینها اساساً چپن، یعنی اصلا به اسم ممکنه یهودی باشن، مثل چپای ایران خودمون. خب اینا به طور خانوادگی، به طور فرهنگی، به طور سابقه به اصطلاح مسلمان به حساب میان، مذهبی به این معنا، اما خب به واقع مذهبی نیستن، یعنی خودشون هم که اعلان میکنن که دیگه مسلمان نیست، خب یا کمونیست یا یه ماتریالیست، یک نمیدونم، البته نه سوسیالیست، ولی اینها خب به طور طبیعی و به طور فلسفی و نظری دیگه مذهبی تلقی نمیشن. ولی به هر حال در اونجا بخش قابل توجهی از افراد ممکنه که به لحاظ شناسنامه یهودی باشن، چون اونها در مذهب یهودیت دین به طور ارثی از مادر، برخلاف ما مسلمان ها که از پدر به فرزند منتقل میشه، اونا از مادر به طور ارثی به فرزند منتقل میشه. خب یعنی به طور شناسنامه‌ای و به طور فرهنگی و سنت خانوادگی یهودی به حساب میان، ولی در عمل عرض کنم به تعبیر غربی‌ها سکولارن. البته سکولار لزوماً به معنی غیر مذهبی بودن نیست، ولی اینجا سکولار رو در برابر مذهبی قرار میدن. حتی در خود ادبیات بسیاری از ایرانی‌های خودمون هم چه سکولارها چه غیر سکولارها دوگانه سکولار مذهبی رو به کار میبرن. میگه فلانی مذهبیه و سکولار نیست، یا فلانی سکولاره یعنی دیگه مذهبی نیست، در حالی که اینجور نیست. ما سکولار مذهبی هم میتونیم داشته باشیم. من خودم هم سکولارم هم مذهبی هستم، هیچ تناقضی با این نمیبینم. منتها اینجا سکولاریسم رو که بعضی ازش یاد میکنن به عنوان سکولاریسم سیاسی، به معنای جدایی دین از حکومته، یعنی به حکومت مذهبی اعتقادی نداریم. خب اونا هم همینجوری هستند. خیلی از مردم، شاید میلیون ها آدمی که در فلسطین زندگی میکنن یهودی هستند به لحاظ خانوادگی، اما به لحاظ نظری و به لحاظ عقیدتی سکولار به حساب میان، اساساً مذهبی نیستن و یا اگرم مذهبی هستن به حکومت مذهبی و به نقش مذهب در حکومت اعتقادی ندارن. و خیلی از این افراد هم هستن که اصولاً با جناح چپ اونجا، بخصوص با جناح راست افراطی اونجا مخالفن. از قدیم هم همینجوری بوده. خیلی خوب، بالاخره یکی از رؤسای جمهوری اونجا به وسیله همین تندروهای صهیونیستی در اونجا به اصطلاح ترور شد. به هر حال میخوام اینو بگم که اسرائیل وقتی که میگیم یا صهیونیست که میگیم، منظور من کل یهودیان نیست، کل اسرائیلیان نیست، بلکه یک حزب مشخصی است و اینم به عنوان دشنام به کار نمیبریم. اصلا خودشون وقتی هرتزل این رو تشکیل داد، قبل از در اواخر قرن 19 هم تشکیل داد و دنبال یک جای پای یک وطن ملی برای یهودی ها بود. سرانجام بالاخره این
بدشانسی برای مردم فلسطین و عرب میان آمد که آمدن اونجا رو به عنوان وطن خودشون، برای اینکه 2000 سال پیش مثلا اونجا بودن. ولی به هر حال اینا رو گفتم برای اینکه رفع شبهه بشه و اینکه من صهیونیسم به کار میبرم. منظور من یهودی نیست، منظور من کل اسرائیلی ها نیست، منظور من عرض کنم که دشنام نیست و صهیونیسم رو به عنوان یک واقعیت تاریخی و عینی که خودشون میگن ما صهیونیستیم. خب همین اخیراً بعد از این جریاناتی که پیش آمد، رئیس جمهور آمریکا صریحاً اعلام کرد که من یک صهیونیستم، یعنی با افتخار میگن ما یک صهیونیستیم. خب رئیس جمهور آمریکا که معلومه که یهودی نیست ولی میگه من یک صهیونیستم. بنابراین شما میتوانید که یهودی باشید صهیونیست نباشید و میتوانید که صهیونیست باشید یهودی هم عرض کنم که نباشید. مسیحیای صهیونیست داریم. عرض به حضور شما که اخیراً چنان که توی رسانه ها، من قبلا اطلاع نداشتم، توی یکی از رسانه ها خوندم که فرزند یکی از بنیانگذاران حماس که بعد از پدر و خانواده و همه اینا بریده که هیچی از مذهبم بریده و بعد در اسرائیل مسیحی شده و بعد هم رفته با امنیت داخلی سازمان نهاد امنیتی داخلی انگلیس اسرائیل همکاری میکنه و اونقدر دیگه در ضدیت با فلسطینی ها، در ضدیت با خانواده و آبا و اجداد و مردمان خودش و احتمالاً اسلام، چون اینو من نمیتونم با اطمینان بگم چون شواهدی ندارم، ولی اونقدر ضدیت پیدا کرده که به اسرائیلیا پیشنهاد کرده که شما تمام مردم غیر حماس رو از باریکه غزه منتقل کنید به یک جای دیگر و بعد این حماسی ها که در اون زیر تونل ها در زیر زمین پناه گرفتن اونجا رو گاز تزریق کنید، همه این چند هزار نفر رو با گاز بکشید. واقعا آدم تعجب میکنه که چگونه یک انسانی که و تو قرن 21 زندگی میکنه و بیاد مثلا فرض کن حاضر بشه که چند ده هزار نفر، حالا ما نمیدونیم اعضای واقعی حماس چند هزار نفره، ولی حداقل شما در نظر بگیرید 50,000 60,000 100,000 آدم بالاخره مستقیم غیر مستقیم یا عضون یا سمپاتن یا وابسته به این سازمانان دیگه. چون اگر چنین قدرت مردمی و اجتماعی وجود نداشت که این همه دوام نمی آوردن، این همه قدرت پیدا نمی کردن و این همه نفوذ کلام در مردم نداشتن. حالا من ادعایی ندارم که چقدر نفوذ دارن ندارن، بحث منم نیست، ولی قدر مسلم اینه که ده ها هزار نفر شما باید اینا رو در زیر زمین بکشید، با گاز خفه کنید. یعنی دقیقاً همون کاری که نازی ها در همین آلمان نازی زمان هیتلر کردن که یهودی ها رو گفتن 6 میلیون آدم در کوره های آدمسوزی اینا رو سوزوندن. یعنی دقیقاً با الگوی نازی ها شما بیاید این کار رو انجام بدید که البته همین هم اون وقت لابد حقوق بشری هم هستن، عضو سازمان ملل هم هستن، اون وقت کار حماس رو محکوم میکنن که شما چرا آمدید زنان رو کشتید، کودکان رو کشتید، کار وحشیانه انجام دادید که انتقاد به حق و واردی هم هست، درست هم هست، ولی خب جنایتی که با جنایت توجیه نمیکنن، آدم کشی که با آدم کشی جواب نمیدن. یعنی به همون منطقی که حماس اون کارا رو روز اول کرد محکومه، 100 برابر محکومیتش متوجه اسرائیل، به خصوص اینکه حماس یک گروه به قول تعبیر رسمی که امروز اروپا شناخته یک گروه تروریستیه، عنوانش یک گروه تروریستیه، کار ترور میکنه. یک اقلیتی هست، یک گروه محدودی هست که علیه سرزمین اشغالی خودش داره میجنگه. حالا مشروعیت داره نداره نمیدونم، اون اصلا داستانش جداگانه است، من وارد اون نمیخوام بشم. ولی من میگم که اصلا همه اون ایرادایی که گفته میشه درست مطرح میشه، همه اینا درست، ولی اگر اون ایرادا وارد باشه که هست، 100 برابرش به اسرائیل وارده. یا مثلا یک عضو امنیتی اونجا که سابقه مسلمانی هم داره، سابقه عربی هم داره، سابقه فلسطینی هم داره، میاد میگه که راهنمود میده به اینا که شما بیاید این کار انجام بدید. خب بعیدم نیست این کارو بکنه. یعنی با این شیوهایی که نتانیاهو در پیش گرفته و تندروهای اسرائیل در پیش گرفتن و هنوز بعد از یک ماه این همه کشتار کردن از مردم بیردفاع و مردم غیر نظامی فلسطین، هنوزم ظاهرا قلبشون آرام نگرفته. یعنی در فکر
برای جبران این شکست خفتباری که از یک گروه تروریستی محدود مشخص و در غزه خورده‌اند، میخوان به یه شکلی عقده‌های خودشون رو خالی کنن، به یه شکلی تسلی خاطر براشون باشه، وگرنه دلیل دیگری نداره، یعنی جز دلیل روانشناسانه چیز دیگری نداره. حالا وارد جزئیات ماجرای فلسطین و اسرائیل که اونچه که در امروز در این جهان میگذره نشم، برای اینکه خودش یک غمنامه طولانی هست و تبدیل به سوگنامه میشه، تبدیل به نمیدونم درد دل شخصی میشه، در تبدیل به ابراز عواطف شخصی میشه. ولی در ادامه گفتار پیشین که نکاتی رو گفتم، امروز من میخوام به دو تا نکته از نظر خودم مهم اشاره کنم که این نکاتی که میگم ورای این مجادلات امروز هست، هرچند این روزها هم این بحث‌ها مطرح میشه، ولی در ارتباط با مسئله مناقشه اعراب و فلسطین یا به طور خاص فلسطینی ها و اسرائیل، بخش اعراب و فلسطین در مقابل با اسرائیل، یا به طور خاص فلسطینی ها که امروز سینه به سینه اسرائیل هستن، میخوان که وطن خودشون و سرزمین خودشون رو حداقل بعد از 1067 که سازمان ملل و دنیا و اروپا و آمریکا همه به رسمیت شناختن و بعداً شهرک سازی هایی که هست همه اینها رو غیر قانونی میدونن. چون این دفعه یکی از غلط های مشهوری که در رسانه های جهان هم مطرحه، میگن که حماسی ها وارد اسرائیل شدن. اینا وارد اسرائیل نشدن، وارد سرزمین خودشون شدن، سرزمینی که صهیونیست‌ها، باز نمیگم لزوما یهودی‌ها، البته یهودی‌ها هم اونجا آوردن، یهودی‌های بیخبر از همه جایی از اروپا و همه جا جمع کردن، رفتن اونجا که بیایید آقا ما اینجا جمعیتمون کمه و جمعیتمون باید زیاد بشه، بیایید تو این شهرک‌ها زندگی کنید. خب یک مرد و زنی که از اروپا رفته اونجا اصلا خبر نداره، از یعنی خودش واقعا بیخبر و بی غرض و مرض ممکنه باشه، ولی هرچی هست واقعیتش اینه که یک کسی که تو غزه زندگی میکنه یا تو یه نوار باختری باختری زندگی میکنه، تو کرانه باختری زندگی میکنه، خب با یک دیوار با اونور فاصله است، با شهرک‌سازی ها فاصله است. از اونور دو دیوار میبینی که یک خانواده یهودی از اروپا راه افتاده، از نمیدونم آمریکا راه افتاده، آمده در زمین او خونه ساخته. حالا تو اون خونه داره زندگی میکنه، در رفاه هم زندگی میکنه، خونه داره، ماشین داره، کار داره، شغل داره، خیابون داره، جاده داره، اینترنت داره، همه چیز مدرن جهان امروز داره، ولی اون بدبخت زیر چادر زندگی میکنه. اون صاحب زمین اصلی در اونور دیوار، عرض کنم که برای درمان خودش باید از اونور دیوار با 100 تا نمیدونم مرحله بگذره، اجازه بگیره از دولت فخیمه اسرائیل بیاد اونور بره خودش رو درمان کنه. یا اسرائیل با عرض کنم که افتخار میگه بله ما خب اخیراً نمیدونم 20,000 نفر اجازه دادیم که بیان در اسرائیل کار کنن، منت میگذارن سر اسرائیلی‌ها که ما اجازه دادیم بیاین نوکری ما رو بکنید، بیاین کار بکنید، یه پولی داشته باشید، که البته همینش هم خوبه ها، من نمیخوام بگم این کار بدیه، ولی این منت گذاشتن بر سر صابخونه که نیست. تو آمدی خونه صابخونه رو خونه طرف اشغال کردی، زمین روی زمین غصبی به تعبیر مذهبی خودمون، رو زمین که زور آمدی اونجا شهرک سازی کردی، خلاف قانون، خلاف عرف بین الملل، خلاف قواعد جهانی، خلاف مصوبات سازمان ملل، آمدی اونجا تو زمین من خونه ساختی. من این ور دیوارم تو اون ور دیوار، من با چشمم دارم 24 ساعت میبینم تو آمدی تو زمین من داره خونه میساختی. خب چیکار کنم؟ چقدر تحمل کنم؟ چقدر من توی فقر و بدبختی زندگی کنم توی زمین خودم، تو وطن خودم، تو زادگاه خودم، اما عرض کنم که مهاجران و غاصبان از اونور بیان اونجا روی زمین من خونه بسازند و بعد بریش منم بخندن. خب به لحاظ روانی یعنی همون حرفی که دبیرکل سازمان ملل زد و واقعا حرفی زد که اسرائیل به خشم آورد و اسرائیل هم که اصلا تحمل کوچکترین انتقادی نداره، حتی دبیرکل سازمان ملل باشه. و اینکه حالا دبیرکل سازمان ملل گفت نمیبایست میگفت یا میگفت یه حرف دیگه است، ولی حرفش هرچی بود یک حرف درستی بود. گفت آقا این حوادثی که اتفاق افتاد در 7 نوامبر 2023 اتفاق افتاد، اینکه در خلا که رخ نداد. خب این سابقه داره، از 7 نوامبر هم شروع نشده، از نمیدونم که 2020 شروع نشده، 2010 شروع نشده، نمیدونم از حتی 67 هم شروع نشده. ولی حالا اگر جلوتر نریم حداقل از 67 به بعد
بعد از قرارداد اسلو، بعد از قطعنامه 242 سازمان ملل. خب اینا همه دیگه اسناد سازمانیه، اینا دیگه اسناد بین المللیه، اسناد جهانیه. این یه چیزی نیست که من مثلا از باب طرفدار با فلسطین بزنم، یا یکی دیگه از باب طرفداری عرب بزند، یا یکی دیگه نمیدونم از باب مخالفت با یهود و صهیونیسم و اسرائیل بزنه، که اینا جزء اسناد بین المللیه. منتها بین الملل یا بخش عمده رهبران ملل امروز پشت سر متجاوزی هستن به نام اسرائیل. مشکل کار اینجاست. مشکل قانون نیست، مشکل مقررات نیست، مشکل مقررات بین المللی نیست. وقتی رئیس جمهور آمریکا میاد میگه با افتخار میگه من یک صهیونیستم، معنیش چیه؟ و همه رهبران جهان یکی پس از دیگری مسابقه میگذارن که برن در کنار نتانیاهو عکس یادگاری بگیرن. معنیش چیه؟ خب معنیش همینه دیگه. یعنی ما تمام قد و این رو اعلان کردن، این چیزی نیست که من بگم، اعلان کردن که ما با تمام قدرت در کنارت هستیم، حتی تا زمانی رو که حرف ظاهر الصلاحشون اینه که تا زمانی که گروه تروریستی حماس رو شما نابود کنید. بسیار خوب، اسرائیل هم میخواد نابود کنه. حالا چجوری میخواد نابود کنه؟ به قیمت 1 میلیون آدم کشی، چون 2 میلیون آدم اونجا هست، 2,200,000 نفر آدم میگن که در باریکه غزه زندگی میکنن. خب با این شیوه که داره پیش میره، حالا بعضیا شک میکنن میگن نوارا مثلا 7,000 نفر فلسطینی ها میگن باید مشکوک بود. بله، هم آماری که اسرائیلی ها میدن تبلیغاتی، هم اینوری ها، یعنی یه جنگ رسانه‌ای، یه جنگ تبلیغاتی بین دو طرف منازعه وجود داره و این کاری است که خود اسرائیلی ها یاد فلسطینی ها داده. اصلا کارهای تروریستی خود اونا یاد اینا دادن. این نوع خشونت ها و این نوع بیرحمی ها رو ارتش اسرائیل و امنیتی های اسرائیل و صهیونیست ها یاد عرب ها یاد فلسطینی ها دادن، وگرنه در گذشته که این کارها انجام نمیشد. بگذاریم از اینکه بالاخره از این کارهای تروریستی همیشه در طول تاریخ بوده، جنگ و خونریزی و کشتار و چیزهای وحشتناک، از این چیزها خیلی شاید بدتر از این هم در گذشته تاریخ وجود داشته، ولی در این 100 سال اخیر در این منازعه خاورمیانه اسرائیلی ها بودن پیش قدم این کارا بودن. حالا باز دوباره وارد پرونده اسرائیل نشیم و سابقش نشیم که واقعا هر وقتی بیاد میارم موجب آزارم میشه. در هر صورت دو سه نکته رو میخواستم در این ارتباط من بگم. یکی مسئله اصرار دولت اسرائیل که از موانع صلح بر هویت یهودی دولت اسرائیل. بین همونجوری که عرض کردم اصلا خارج از موضوعات مناقشات امروز نمیدونم حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و سوریه و ایران و جای دیگه است. یعنی یک داستان قدیمیه. دولت اسرائیل همونجوری که قبلا اشاره کردم به لحاظ حقوقی مدعی دولت غیر مذهبیه، یعنی یه دولت سکولاره، یه دولت با مدل اروپاییه، با مدل غربیه. این به لحاظ ادعا و روی کاغذ درسته، یعنی واقعیتش هم امر همینه. من قبلا هم اشاره کردم بالاخره دولت یعنی رژیم حاکم اسرائیل، دولت‌های اسرائیل از همون آغاز تا همین الان وقت نگاه کنید، دولت‌ها هیچ کدومشون پرچم به اصطلاح ایدئولوژیک مذهبی رو بر دوش نگرفتن. هیچ کدام به لحاظ قانونی نگفتن که ما دولت مثلا یهودی هستیم یا دولت صهیونیستی هستیم، یا هیچ یک از این برچسب‌ها رو ندارن و شاید هم بگید میگن نه ما اینطوری نیستیم. اما به هر حال از روز اولی که این آمدن به عنوان قوم یهود آمدن، یعنی سابقه شو که نگاه کنیم اینها به عنوان قوم یهود آمدن و بعد از جریان هولوکاست در جریان جنگ جهانی دوم هجوم یهودی های اروپا از جمله همین آلمان به اون منطقه بیشتر شد. از قبل البته از 1917 شروع شده بود مهاجرت اینها، ولی به هر حال اینا آمدند و اونجا رو گرفتند و موندند و در دهه 20 و 30 هم همواره جنگ و نزاع و درگیری پارتیزانی بین دو گروه وجود داشت. ترورها از هر سو وجود داشت، کشتار از هر سو وجود داشت، تا رسید 1948 که این اوج گرفت اختلاف فلسطینی ها و در پشتشون هم البته دولت های عربی بودن مثل مصر و سوریه و نمیدونم لبنان و اون زمان و اردن و به هر حال
در سازمان ملل این مشکل مطرح شد. خب سازمان ملل هم تازه تأسیس شده بود. 1947 مصوبه شورای امنیت سازمان ملل این شد که فلسطین تقسیم بشه، یک بخشش دولت اسرائیل بشه، یک بخشش هم دولت فلسطین تشکیل بشه. خب اسرائیلی‌ها این رو پذیرفتن، برای اینکه به نفعشون بود، به خاطر اینکه اونا از هیچ به همه چیز رسیده بودن. از هیچ به همه چیز رسیده بودن. ولی فلسطینی‌ها نپذیرفتن، عرب‌ها به طور کلی نپذیرفتن. چرا نپذیرفتن؟ دلیلی که اگر برگردیم به عرض کنم که 70-80 سال پیش، دلیلشون این بوده که اصلا شما کل این زمین ما رو غصب کردید، حالا آمدید میخواد نصفش رو به ما بدید، ما رو راضی نگه دارید. خب به این دلیل یا به دلایل سیاسی که در مربوط به فضای اون زمان بود که عرب‌ها شاید امید داشتن، فکر میکردن که بالاخره با زور عربی و دولت‌های عربی و ارتش عربی و چون اون زمان که فقط مسئله فلسطینی‌ها نبود، همه کشورهای عربی پشت فلسطینی‌ها بودن. خب دلشون خوش بود، فکر میکردن که بالاخره به زور این مهمان ناخوانده رو از اینجا بیرون میکنن. حاج امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین بود که در همون دوره عرض کنم که بوده، پیش از اونم بوده و بعد در همون دوره که دیگه بعد آواره شد این ور اون ور، که حالا امروز یکی از تبلیغات وسیع و گسترده‌ای که صهیونیست‌های اسرائیل میکنن علیه مفتی فلسطین حاج امین الحسینیه که آمده با هیتلر دیدار کرده در سال 1941، نمیدونم با نازی‌ها همکاری کرده و اینکه آمده با هیتلر دیدار کرده خوشبین بوده و میخواسته که از اینا استفاده کنه برای مقابله با اسرائیل، برای نجات وطن خودش و سرزمین خودش. در هیچ تردیدی وجود نداره. من سالها پیش یک کتاب مفصل عربی رو در مورد حاج امین الحسینی، اصلا به نام حاج امین الحسینی خوندم سالها پیش، تا 30 سال پیش عرض کنم و یه مقدار اطلاعات دارم. اینا کاملا درسته. منتها این بخشی که اخیراً مخصوصاً با صهیونیست‌ها تبلیغ میکنن و که آمده با نازی‌ها کجا همکاری کرده، در نمیدونم یوگسلاوی چی کار کرده، در صربستان چی کار کرده، اونجا نمیدونم. و نتانیاهو هم که اخیراً گفته بود که اصلا خود هیتلر که نمیخواست که یهودی‌ها رو بکشه، اصلا گویا در یهودی کشی در اروپا باب نبوده. بابا در همین اروپا قرنها و قرنها، در همین آلمان امروز قرنها و قرنها یهودی ستیزی باب بود، یهودی کشی باب بود. اینا 100,000 ویلدوران تو تاریخش مفصل نوشته 100,000 یهودی رو از اینجا بیرون میکردن، مردان زنان بالغ رو میگفتن شما برید، بچهای غیر بالغ رو نگه میداشتن، بچه ها رو همین حقوق بشری های اروپایی و همین مسیحی های اینجا و اروپایی های حقوق بشری و دموکرات و بچه های 7-8 ساله رو از زیر شیرخوار رو از زیر پستان مادر میکشتن بیرون، غسل تأمین میدادن که اینا مسیحی بشن. شما خودتون برید، هیچ چی هم نمیتونید از خودتون ببرید، فقط خودتون و لباس خودتون از اینجا برید بیرون. یک قلم رو ویلدوران نوشته که 100,000 نفر از همین آلمان امروز، البته اون زمان آلمان نبود، قرن 19 یا قرن 18 از اینجا اخراج کردن. خب اینا وقتی که از اینجا میرفتن اونور مدیترانه کجا میخواستن برن؟ جایی نداشتن برن که، میرفتن سرزمین اسلامی، میرفتن قلمرو عثمانی در زمانی که عثمانی ها حاکم بودن و اینها عثمانی ها و مسلمان ها از اونها استقبال میکردن، در سرزمین های اسلامی در میان مسلمان ها راحت و آزاد زندگی میکردن، به طور نسبی البته. حالا من به بحث یهودی ها بعداً برمیگردم، در ادامه صحبت فرصتی باشه میخوام یه بحثی هم در این زمینه بکنم. ولی در هر حال این داستان خیلی قدیمی و به اصطلاح کهنه است. خب این یهودی ها از اروپا و همه جا جمع شده بودن، آمده بودن در اونجا. خب حاج امین الحسینی و دیگران هم آمده بودن به طبق اون قاعده قدیمی که دوست دشمن من دوست منه، میخواست که از آلمان هیتلری یا نمیدونم مخالفان غربی ها متفقین استفاده کنه برای نجات وطن خودش. به همین دلیلی که من الان نمیتونم داوری بکنم که اینا چقدر درسته چقدر نادرسته، مخصوصا اخیراً که خیلی دیگه باز کردن. آقای نتانیاهو هم که فرمودن که بله اصلا هیتلر که نمیخواست اینا رو بکشه، که گویا اصلا هیچ سابقه ای نداشته در اینجا، همش در قبلا یهودی‌ها در آزادی و امنیت در اروپا قرنها زندگی میکردن
و فقط این مسلمان ها و عرب ها هستن که اینا رو میکشند و دشمنشون هستن. خب بعدم میگه که حاج امین یه مسلمون آمد هیتلر رو وادار کرد که اینا رو بکشه در کورهای آدم سوزی. یعنی 6 میلیون یهودی که اونجا کشته شدن. اصلا نازی‌ها که بیچاره اروپایی ترتمیزی بودن، تقصیری ندارن. نازی‌ها که تقصیری ندارن. یعنی شما نگاه کنید ببینید که کار به اونجا میرسه، افراطیگری به جایی میرسه که نخست وزیر فعلی اسرائیل نازی‌هایی رو که ظاهرا باید با اونا دشمن باشن و 24 ساعت دارن علیه اونها شعار میدن، علیه اونها حرف میزنن، از هولوکاست سخن میگن و اون رو محکوم میکنن، میگه اونها رو در واقع تلویحاً داره تبرئه میکنه، همه گناه رو به گردن یک مسلمان میاندازه به نام حاج امین الحسینی. حالا اصلا فرض بر این بگذاریم که واقعا حاج امین الحسینی چه این حرف غلطی هم زده باشه، فرض بر این بذاریم، چه ربطی به مسلمان‌ها داره؟ چه ربطی به عرب‌ها داره؟ یه مسلمان آمد، هیتلر بیچاره هم که اصلا بیگناه و خالی و ذهن و خیلی ساده، یه مسلمان آمد بهش راهنمایی داد، گفت آقا یهودی‌ها همه رو بکشید، همه رو بریزید توی کورهای آدمسوزی، و اون بیچاره قبول کرد دیگه، تقصیری که نداره، که فریب یک مسلمان رو خورد. ببینید این منطق نخست وزیر دموکراتی هست که در قرن 21 در اسرائیل حاکمه. خب دنباله این فکر، دنباله این اندیشه، جز نفرت از مسلمان ها، جز نفرت از عرب ها، جز نفرت از فلسطینی ها، جز نفرت غیر صهیونیست ها، چیز دیگری از توش در میاد؟ خب ما امروز همین، من دیگه در اون قسمت خیلی بحث نمی کنم، ما مسلمان ها هم همینجوری گاهی حرف میزنیم، فلسطینی ها هم گاهی اینجوری حرف میزنن، حماسی ها مخصوصا همینجوری حرف میزنن، برای اینکه اون دیگه توافق داریم که اون شیوه غلطه، اون برنامه غلطه، به نام اسلام بگن، به نام دین بگن، به نام عربیت بگن، به نام فلسطینیت بگن، هر کار خلاف اخلاقی، خلاف شرعی، خلاف انسانی، خلاف آزادی، خلاف عدالت از نهایه هر که باشه محکومه. بنابراین در اون سوی منازعه که من دارم الان صحبت میکنم با مخاطبان من قاعدتا مخالفتی نداریم، در اون رو اتفاق داریم. الان بحث اینه که امروز همه که نه، بسیاری از افراد برای اسرائیل هورا میکشن، به جوری حرف میزنن، جوری صحبت میکنن که و تحت تاثیر تبلیغات خود نتانیاهو و حزبش و باندش و صهیونیست‌های جهانی که رسانه‌های جهانی را غالبا در اختیار دارن، تبلیغاتچی بزرگی هم هستن، وارونه‌نمایی‌های خیلی قهار و دروغگوهای بسیار قهاری هستن، این رو تاریخشون نشان میده. خب چون تحت تاثیر اون قرار گرفتیم، من از این نظر در این بعد بیشتر تکیه میکنم. به هر حال اینا از همون اول وقتی که آمدن در سرزمین فعلی اینجا دولت اسرائیل تشکیل دادن و بعد منجر به قطعنامه به اصطلاح 1947 شد، خب به عنوان یهودی آمدن، به عنوان وطن ملی یهود آمدن اینجا، یعنی از اول با هویت ایدئولوژیک یهودی آمدن اونجا. و به همین دلیلم بود وقتی که آمدن در اون آغاز به عنوان وطن ملی یهود شد، عرب ها و مسلمان ها هم در مقابل موضع گرفتن و حقم با اونا بود. خب حالا امروز ادعا میکنن که چرا مسلمان ها در اون زمان این دو دولتی رو نپذیرفتن، حالا الان دیگه به یک هولفتانی هم قانع هستن. ایراد رو با نگاه پسینی، با نگاه امروزی اگر نگاه کنیم درست به نظر میاد، اما برگردیم به 70 سال پیش، فضای اون زمان در نظر بگیریم، شرایط اون زمان در نظر بگیریم. چی بسا من و شمایی هم که امروز این ایراد رو میگیریم، منم میگم که ای کاش در همون زمان امین الحسینی یا دیگر رهبران عرب یا رهبران فلسطینی همون زمان اون قطعنامه سازمان ملل پذیرفته بودن. ای کاش پذیرفته بودن. هرچند هیچ تضمینی وجود نداره، هیچ تضمینی وجود نداره، مخصوصا با رفتاری که صهیونیست‌ها در طول این 70-80 سال اخیر به خرج دادن. من باورم نیست، یعنی الانم به شدت مشکوکم، قاطع نمیتونم اظهار نظر بکنم، صرفا یک تحلیل، یک احتماله، به احتمال زیاد بعد از اون هم هیچ وقتی بین مهمان ناخونده که به زور وارد خونه کسی شده با صاحبخونه‌ای که به زور بیرونش کرده و بعد آمده یه اتاق بهش داده، قاعدتاً منطقاً تجربه نشون میده که اینا آبشون یه جوب نخواهد رفت، بالاخره دیر یا زود با هم بارها درگیر خواهند شد. به همین دلیل اگر دو دولتی هم در همون زمان 1947 هم تشکیل میشد و رهبران عرب و فلسطین و امین الحسینی و دیگران میپذیرفتن، هم تضمینی وجود نداشت که صلح پایداری در منطقه به وجود بیاد. ولی با همه این حرفا منم امروز میگم ای کاش اینجوری میشد.
الان داستان فلسطینی ها عرض کنم مثل اون داستان اون بابا هست که یه نفری بود که سالها آرزو میکرد که خداوند 1000 دینار یا 1000 درهم پول بهش بده. یه شب تو خواب میبینه که یه دستی میاد بیرون، یه کیسه‌ای به طرفش میگیره، میگه که بیا اینو بگیر. میگه این چیه؟ میگه این همون پولی است که شما از خداوند خواستید. گفت خب چقدره؟ گفت مثلا 999 درهم یا دینار. چون این مثال احتمالاً از کشورهای عربی آمده که این مثال قدیمیه که کلمه درهم و دینار دربارش به کار برده میشه. میگه خب 999 درهم یا دیناره. میگه نه، من همون 1000 تا رو میخوام، از کمتر از اون نمیخوام. هرچه اصرار میکنه میگه خیلی خداوند فرمودن که شما این رو بگیر، 1 درهم من بعدا بهت میدم. نه خیر، 1 درهم هم کم باشه نمیگیرم، 1000 تا میخوام، کمتر از 1000 تا نمیخوام. یه دفعه از خواب بیدار میشه. از خواب که بیدار میشه میبینه تو خواب بوده، بعد دستش دراز میکنه میگه خیلی خوب حالا همونا رو بده. خیلی خوب حالا همون 99 تا رو بده. الان متاسفانه داستان فلسطینی ها و عرب ها همین گونه شده و اینم به دلیل زور و توان و تدبیر و قدرت 7-8 میلیون یهودی یا صهیونیستای حاکم بر اسرائیل نیست، به خاطر اینکه امروز همه دنیای قدرت ها، حالا اگر روسیه و چین و امثال اینها هم میان یه خورده با آمریکا کلنجار میرن، به دلیل منافع خاص خودشونه. اونا نه دلشون برای مسلمان‌ها سوخته، نه دلشون برای عرب‌ها سوخته، نه دلشون برای فلسطینی‌ها سوخته و به همین دلیلی که بسیاری از قطعنامه‌هایی هم که علیه فلسطینی‌ها باشه اونا رأی میدن. یه وقتایی هم لازم باشه از حق وتو استفاده میکنن که جلوی تجاوز بیشتر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو میگیرن، که از این نظر گاهی وتو میتونه که نقش مثبتی داشته باشه، که اصولا حق وتو برای 5 کشور بعد از در طول این 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از تشکیل سازمان ملل خودش واقعا یک تبعیض آشکاره. اون وقت همین سازمان میخواد که تشکیل شده و حقوق بشر میخواد رعایت بکنه، اساسش بر برابری حقوقی همه آدم هاست، ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر. ولی خود همین سازمان ملل اولین ناقض حقوق بشره و اولین تبعیض‌گراست، برای اینکه به 5 کشور فاتح جنگ جهانی دوم که همیشه قدرت ها هستن قانون می نویسن، مقررات میگذارن، نظم جهانی درست میکنن، کشور تأسیس میکنن و همه اینا، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم که فاتحان اروپایی و آمریکایی با هم متحد شدن، نازی ها رو شکست دادن، بعدم که جلوتر از اونم که عثمانی ها رقیبشون از بین رفته بود و دیگه رقیبی در دنیا نداشتن دیگه، آمدند و اون موقع هم که دیگه جهان 2 قطبی دیگه 1 قطبی شده بود دیگه، شوروی و آمریکا و اروپا و همه اینا در سرکوب نابودی نازی ها همکاری کرده بودن، دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن، گوشت قربانی درست کردن و بعدم اونجا حق وتو رو به 5 کشور بزرگ جهانی دادن. این خودش عین تبعیضه. اما در این حال گاهی همین تبعیض هم به دلیل اینکه این قطب‌ها با همدیگه گاهی اختلاف منافع دارن، تعارض منافع دارن، گاهی به نفع طرف مظلوم هم واقع میشه. همین روسیه‌ای که یا چینی که طرف ایران هست، ایران هم که آقای خامنه‌ای بارها اعلان کرده که سیاست گرایش به شرق رو ما انتخاب میکنیم برای مقابله با غرب و چقدر در طول این سالها به مردم ایران، منافع مردم ایران، به حیثیت و اعتبار مردم لطمه زده بماند. ولی همین روسیه و همین چین هم تاکنون، اون مخصوصا در دوره احمدی نژاد که همین مسئله هولوکاست رو مطرح کرده بود و اسرائیل ستیزی در ایران اوج گرفته بود و 5-6 تا فکر میکنم قطعنامه در سازمان ملل علیه کار هسته‌ای ایران، سیاست هسته‌ای ایران عرض کنم که تصویب شد، همین چین و روسیه هم به نفع علیه ایران رأی دادن و به نفع قطعنامه رأی دادن، یا حتی اونجا هم به نفع ایران رأی ندادن. در هر حال میخوام بگم که این وضعیت جهانه، اینکه اسرائیل 75 سال در اینجا قلدر محله است، هر کار دلش میخواد میکنه، به دلیل امروز الان دیگه خیلی علنی آشکارتر شده از گذشته دیگه، به دلیل اینکه در طول این 70 سال از همون 1917 تا الان به عنوان قلدر محله در این منطقه کاشته شده که بتواند حافظ منافع اونها باشه. دولت اسرائیل، رژیم حقوقی اسرائیل، من اینجا میگم، نه همه یهودیان، نه همه اسرائیلی ها، نه همه
حتی شاید نه همه صهیونیستان، نمیدونم، شاید صهیونیستایی وجود داشته باشن که صهیونی خودشون بدونن ولی یه جور دیگه فکر بکنن. منظور من این جناح حاکم مؤسس اسلامیست بنگوریون و نمیدونم گلدا مایر و این پایه‌گذاران اسرائیل بگیری تا آخره اینها آدمی موجودی به نام نتانیاهو. خب اینها از همون اول به عنوان یهودی آمدن اینجا، اصلا نمیتونن هویت ایدئولوژیک مذهبیشون از اینها جدا شدنی نیست. ولی با همه این حرفا به دلیلی که یه دولت دست آموز و دست نشانده غربی بوده، غربی ها میخواستن یه مدل غربی در اینجا به عنوان نمونه بسازن برای کشورهای عربی و ضمنی که تو سر عرب ها میزنه، تو سر مردم منطقه میزنه، ولی در این حال یه الگوی غربی هم باشه، همواره به رخ مسلمان های خاورمیانه عرب ها که عمدتاً هم با حکومت های دیکتاتوری اداره میشدن میشن، هنوزم که هنوزه، بینا بگن که ببینید شما هم یه کشوری مثل اسرائیل بشید. مخصوصا در یه دوره‌ای که گرایش سوسیالیستی و حزب کارگر و گرایش سوسیالیستی بود. من یادم هست در اون دهه 40 خیلی از سوسیالیست‌های ایرانی، خیلی از روشنفکران ایرانی که گرایش چپ داشتن، اسرائیل رو خیلی می‌ستودن و خیلی تلاش داشتن. مرحوم آل احمد فکر می‌کنم یه سفر اسرائیل رفته بود، برگشت بازگشت از اسرائیل نوشت و فکر می‌کنم یا مثلا آقای داریوش آشوری، حالا در مورد آل احمد الان تردید دارم، ولی کسانی که گرایش چپ داشتن اسرائیل می‌ستودن برای اینکه به عنوان یک کشور سوسیالیستی تلقی می‌شد. و یا مثلا آقای داریوش آشوری که در همون زمان ظاهرا در دوران جوانی سفری به اسرائیل کرده بود و بعد آمده بود در ایران، خیلی تقدیرنامه نوشته بود از اون به اصطلاح سیاست سوسیالیستی و عدالت اجتماعی حاکم در اسرائیل، که در همون زمان هم بود که دکتر شریعتی یک نامه یا یک نوشته به شدت عرض کنم که به داریوش آشوری تاخت و طبق روش معمولی ایشون هم که وقتی که میخواست که یک کسی حمله بکنه، خب با ادبیات خیلی تند حمله کرده بود که حالا اینو البته در اون زمانی که ما میخوندیم دوران پیش از انقلاب خوشمون میآمد، به خاطر اینکه خودمون هم همون روحیه رو داشتیم، همون فکر رو داشتیم. ولی بعدها مخصوصا بعد از آنی که من با آقای داریوش آشوری آشنا شدم، در ایران بارها دیدم، در همینجا بارها دیدم، الان شناختی که نسبت بهش دارم، حالا جدایی از اون مقالش که یادم نیست چه نوشته بود، ولی الان اون نوع حمله و اون نوع تعابیر رو راجع به یک شخصیتی مثل داریوش آشوری منصفانه نمیدونم و اون رو عادلانه نمیدونم. هرچند ممکنه که داریوش آشوری امروز داریوش آشوری 50 سال پیش نباشه که همه ما تغییر کردیم. ولی به هر حال اسرائیل حتی نه تنها در میان راست‌های منطقه بلکه در میان چپ‌های منطقه هم زمینه مساعدی داشت، مدافعان داشت، علاقمندان داشت به عنوان یه دولت به اصطلاح عدالت‌ها، به عنوان یه دولتی که به فکر مردمه. به هر حال یه الگویی بود برای کشورهای خاورمیانه دیگه، چه در بعد لیبرال دموکراسی، چه در بعد سوسیال دموکراسی یه زمانی. حالا الان نمیدونم که چه وضعیتی داره به لحاظ سوسیالیسم و به لحاظ عدالت اجتماعی و نمیدونم رفاه عمومی، نمیدونم، ولی به هر حال به مردمان خودش، به یهودی های بومی خودش میرسه، یعنی اونایی که صهیونیست هستن یا اونایی که اسرائیلی تابع و اعتقادی هستن. به هر حال نکته اولی که خواستم عرض کنم هویت مذهبی این دولته. این چیز خیلی ها امروز توجه نمیکنن. خب این دولت از همون اول با هویت اعتقادی یهودی آمد و این ازش جدا ناشدنیه. ولی وقتی که دولت اسرائیل تشکیل شد، دولت اسرائیل به عنوان یه دولت غیر مذهبی در نظام حقوقی خودش رو تعریف کرد. دنیا هم امروز اینو میشناسه. بنابراین میگن یک حکومت دموکرات سکولار، عرض کنم که با مدل غربیه، با مدل به اصطلاح حقوق بشری غربیه، یک حکومت ایدئولوژیک نیست. در یه دوره‌های هم میگم شاید اینجوری بوده یا هویت دینیشون رو برجسته نمی‌کردن. ولی بعد از قرارداد اسلو، بعد از قرارداد جدیدی که شاید 25-6 سال اخیر، دقیقاً ندارم که چه سالی بود قرارداد اسلو، وقتی که شد، بعد منازعه فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها مجدداً اوج گرفت، برای اینکه اسرائیل شهرک‌سازی کرد، تمام مقررات مصوبات سازمان ملل را نقض کرد، عرض کنم که حاضر نشد که دو دولتی رو بپذیره
منازعه اوج گرفت، هم در کشورهای عربی هم در فلسطینی. حالا کشورهای عربی با گذشت زمان یه خورده راه مدارا و سازش و مذاکره و صلح در پیش گرفتن، ولی فلسطینی ها و جز بخشی از فلسطینی ها که به اصطلاح قرارداد اسلو رو همچنان با اینکه طرف بارها نقض کرده مثل محمود عباس و اینها، عرض کنم که هنوز بهش پایبندن، ولی جناح تندروی فلسطینی ها که بعدها تحت عنوان حماس نام بردار شد یا جهاد اسلامی یا گروه های ظاهرا کوچکتری هم هستن که حتی گروه های چپ اینجوری هم هستن در غزه، ولی اینا دیگه برد اونچنانی ندارن یا سیاست رسمی و علنیشون اینجور نیست. خب اینا دوباره باز اون راه افراطگری رو در پیش گرفتن در برابر در واکنش به افراطگری های اونور. خب حالا همه مقرراتی که نقض کردند، همه عهدنامه‌ها رو که نقض کردند و همه قول و قرارها رو که زیرش زدن، بماند یکی از اختلافاتی که بعد از قرارداد اسلو بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها محل اختلاف هنوز حل نشده اینه که اسرائیلی ها اصرار دارن که باید نام این دولت بشه دولت یهودی اسرائیل. این باید نام رسمیش باشه. احتمالاً اگر اینجور باشه احتمالاً اینو حدس میزنم باید در قانون اساسیشون بیارن. این چیزی است که فلسطینی‌ها نمیپذیرن. نه اینکه اینجا دیگه دعوای یهودی و مسیحی و مسلمان و دعوای مذهبی به مفهوم متعارف کلمه نیست. اینجا دیگه مذهب چی از اون سو و چی از اون سو تبدیل به یک هویت شده، به یک ایدئولوژی هویت بخش شده که جنبه اجتماعی و سیاسی و زمان مکانی داره. اینجا هم این کسانی که مثل حماس شعار حکومت اسلامی رو میدن، اسلام به صورت یک ابزار سیاسی برای مقابله با خصم، هم یهودی ها و از هویت یهودی خودشون دارن دفاع میکنن و میخوان این رو به طور رسمی اعلان کنن، همه دنیا اینا رو به این عنوان بشناسن که با هویت اسلامگرایی اینوری مقابله کنن. ولی اگر به تاریخی نگاه کنیم، درسته که هویت اسلامی از اول در میان مسلمانان خاورمیانه ضد اسرائیلی ها از 1917 همیشه وجود داشت. عزالدین قسام داشتیم، آقا جمیل الحسینی داشتیم، نمیدونم که اخوان المسلمین داشتیم. اصلا اخوان المسلمین در سال 1948 که موقع حسن البنا هنوز زنده بود، یک سال بعد ترور شد، سال 1948 در جنگ اول اعراب اسرائیل، با اینکه اخوان المسلمین 20 سال بود که فعالیت سیاسی نداشتن، فعالیت نظامی نداشتن، فعالیت فرهنگی، اجتماعی، مردمی اینا داشتن، بیشتر جنبه تبلیغی داشتن. اما مسئله فلسطین یکی از چیزهایی که این عرب خاورمیانه رو افراطی کرده، چه در بعد اسلامی چه در بعد ناسیونالیسم عربی، واقعا وجود غیر ضجیع همین اسرائیله. یعنی اسرائیل سبب شده که افراطیگری چی در تحت عناوین مختلفی به نام اسلام، ناسیونالیسم عربی، امثال اینا در این منطقه به وجود بیاد در برابر اسرائیل، که اسرائیل رو به عنوان یک قلدر محله و نماینده غرب و نماینده استعمار، نماینده امپریالیسم، نماینده سلطه غربی میشناسن. نه فقط سلطه فرهنگی یا سلطه دینی، بلکه سلطه نظامی میشناسن. خب به همین دلیل افراطگری که در اون زمان از اول وجود داشت، هویت اعتقادی که روش تکیه میشد، از این ورم مسلمان ها هم خب به طور طبیعی بوده، برای اینکه خب قرنها اینجا اینو مسلمان بودن، تحت عنوان اسلام بوده، مبارزات ضد استعماری قبل از تشکیل اسرائیل هم در شرق وجود داشت، قرن 18 هم 19 هم همه اینها همه که نه عمده مبارزات ضد استعماری با انگیزه‌های اسلامی بود، به پشتوانه اسلام بود، یا نمیدونم به استفاده از مبانی و آموزهای دینی بود. در ارتباط اسرائیل هم خب ادامه پیدا کرد. اما بخصوص در این بعد از قرارداد اسلو در این 30 سال اخیر اوج به اصطلاح گرفتن افراطگرایی مذهبی، بنیادگراهای مذهبی که از شاخه‌های از اخوان المسلمین مثل الهجرت و تکفیر و خود اخوان المسلمین الان دیگه اون افراطگری 80 سال پیش 100 سال پیش نداره. ایدئولوژیش حفظ کرده، شعارهای الدین و الدوله رو حفظ کرده، شعار از اسلام و الحل حفظ کرده. اما در این حال دیگه به اصطلاح اون شاخه های تروری که در اون گذشته میاد، اخوان المسلمین رسمی این کار دیگه انجام نمیده. اما شاخه هایی هستن یا کسانی که از دل اخوان المسلمین در آمدن و مثل عرض کنم که القاعده، مثلا القاعده
به یک معنا در ادامه اخوان المسلمین تا شاخه تندروی اسرائیل اخوان المسلمینه، یا در ادامهش داعش در آمده. داعش امروز اون نمیشه گفت اخوانی، اینا از همه اینا جلو زدن، در افراطیگری دیگه اوجشه. اما با همه اینا پر جریان سیاسی استعمار ستیز اسرائیل ستیزی بودن که از گذشته از دل جریان عام اخوان المسلمین در آمدن، شاخه شاخه شدن و بعضیا معتدل باقی موندن، بعضیا تندرو شدن، بعضیا کندرو شدن، شاخه‌های مختلفی. بنابراین اخوان المسلمین مصر با اخوان المسلمین سوریه متفاوته، اخوان المسلمین سوریه با ترکیه متفاوته. الان اردوغان خودش که زیر عکس رئیس رهبر و بنیانگذار سکولار ترکیه با میسته عکس میگیره و ظاهرا یه نظام سکولار در اونجاست و خب اون خودش اصلا جزو حامیان اخوان المسلمینه، یعنی در جریان اخوان المسلمین تعریف میشه، یا قطر یا امارات. بله، ولی اینا جزو اون قلمروهای به اصطلاح اعتدالی جریان اخوان المسلمینه. خب بحث گسترده شد، نتونستم که باز مطالبی که در نظر داشتم بگم. فقط در جنبنده میتونم اینجوری بگم که هویتی که اسرائیل برای خودش قائله یه هویت اعتقادی و شگفت اینه همه دنیا این رو پذیرفته، هیچ کس هم به اسرائیل اعتقاد نداره، ایراد نداره. خب تو که دولت سکولاری چرا اصرار داری که حتما هویت مذهبی و هویت یهودی تو بگی؟ خب حالا اگر حماس مثلا بیاد یا مسلمان‌ها بخوان بیان یا جمهوری اسلامی بگه یا نمیدونم طالبان بگن، هر گروهی دیگری عنوان امارات اسلامی بگذارن، ها شما ارتجاعی هستید در قرن 21، شما آمدید کلمه اسلام برای چی آوردین اینجا؟ من خودم همینجوری فکر میکنم. البته من خودم معتقدم که از اسلام و دین و مذهب دیگه نباید از اینجوری استفاده بشه، من اون ایراد وارد میدونم، ولی میخوام بگم آخر چرا سیاست دوگانه؟ شما اروپایی ها و شما آمریکایی ها که امروز نمیخواید حماس هویت اسلامی داشته باشه، با انگیزهای اسلامی در برابر دشمن خودش مقابله بکنه، چرا به اسرائیل هم این ایراد نمیگیرید؟ چرا در برابر اسرائیل چشم فرو میبندید؟ چرا میاد پشت سر اسرائیل قرار میگیرید؟ خب شما وقتی که بیاید اونور قرار بگیرید، حماس و جهاد اسلامی و دیگران هم شیر میشن، میگن ها پس بنابراین ما فقط با نتانیاهو مواجه نیستیم، با افراطیای صهیونیست حاکم بر اسرائیل مواجه نیستیم، ما با یک دنیا دشمن مواجه هستیم، پس بنابراین بچرخ تا بچرخیم. این منطقه دیگه، منطقه است که حاکمه دیگه. بنابراین یک موضوع همینه. یک موضوع هم که در این آخر میخوام اشاره بکنم، من قبلا تو ضمن صحبتم اشاره کردم و اونم این بود که مسئله هویت، مسئله یهودی که این روزا خیلی ایراد میگیرن و بنده امثال بنده که بالاخره مدافع فلسطینی علیه اسرائیل صحبت میکنیم یا حرف میزنیم، میگن خیلی خوب، نه اصلا مسلمان‌ها کلا یهودی ستیزن، برای اینکه تو قرآن علیه یهودی‌ها صحبت شده. میخواستم در این زمینه بحث مفصل‌تری بکنم، شاید یه فرصت دیگری، ولی اجمالاً فقط میخوام بگم که بابا درسته که در خود قرآن آیاتی وجود داره در انتقاد از یهودی ها، ولی این آیات شأن نزول داره. این آیات مربوط به زمانی است که پیغمبر اسلام و مسلمان ها در مدینه با گروهی به نام یهودی که میره با دشمن همدست میشد که به مدینه حمله بشه، جاسوسی اونا رو میکرد، بنی قریظه به وجود آمد، بنی نظیر به وجود آمد، بنی نمیدونم فلان به وجود آمد. این آیات مربوط تو میدان جنگ در رقابت در دشمنی با اونها نازل شده. چه ارتباطی با امروز داره؟ امروز کدام مسلمانه که مثل اون زمان فکر کنه؟ هیچ مسلمانی نمیتونه که یهودی ستیز باشه، مسیحی ستیز باشه، به خاطر اینکه اینا جزء اهل کتابن. اهل کتاب حقوق مشخصی داره، در طول تاریخ اسلام هم همینجوری بوده، هرچند همیشه صلح نبوده، همیشه امنیت نبوده، همیشه روابط حسنه وجود نداشته. حالا تا گفتار دیگر، بدرود.